اگه دنبال بهترین هدیه برای آقایون هستی و یا حتی برای خودت که کارات راحت تر پیش بره، این پست برای توه. بریم با هم دیگه اینو بازش کنیم. محشر. اول این حالت خودکار ماننده که میکشیم بیرون ببینیم چی کار میشه باش کرد، و این حالت استوانه‌ای که پر از انواع پیچه. مثلا من یکی رو انتخاب میکنم، اینو انتخاب میکنم و به این وصل میکنم. خیلی راحت وصل میشه. با این فلش هایی که رو اینه میتونین پیچ رو ببندین و یا باز کنید. اینجا هم مثلا بسته به اینکه پیچ خیلی باید سفت باشه یا نه، یکی از اینا رو انتخاب میکنیم و اگر رو این حالت وسطی باشه میتونیم به صورت دستی به عنوان پیچ گوشتی استفاده کنیم. این کابل USB هم هست که به این وصل میکنیم و این باعث میشه که شارژ بشه. خوبیش اینه که این حالت آهن ربایی داره، خیلی راحت اینا توش قرار میگیرن و پخش و پلا نمیشن. و گزینه خوبی هم که هست اینه که خیلی جمع و جوره، مثلا اصلا جا و اینا زیاد نمیگیره.